بله سلام علیکم. نام امید است. وظیفه نامپذیر در پیش مکتب آشخانه در پیش لیسه آشخانه عرفان نامبری داریم. بله از خودم یک 4 سال میشه پیش میبرم. نامبری یک 4 سال شده. بله می دکان کرام میکنم. بله نام سعید بصیر است. از ولایت جوزجان هستم. قسم ما که از خمیرگری است. خمیر میکنم در نانوایی. اینجا یک ماه میشه اینجا آمدن ما. پیش از این در شورنو کار میکردم. دیگه هر وقت مثلا از خانه که آمدیم هر جای کار برابر شد اونم میریم کارگر هستیم دیگه، نانوایی خونه هستیم. خمیر نمک است اولش. دوم دیگه این خمیر خانه نیست که در تندور خودتان دیدین از نزدیک تماشا کردین، نه؟ آتشش خیلی تیز است. به شکر نباشه نمیشه، شکر استفاده میشه. مثلا خمیره خانه کی است بوره استفاده نمیکنه، بدون شکر است. بدون بوره است. در نانوایی کی است در تندور نمیشه بگنه، تندور ما تیز است. در یک خمیر مثلا 2 سطل آب پرتم 3 تا شکر مندازم، 3 گلاس 3 گلاس شکر، 4 گلاس نمک در 2 سطل. ارده ما کی است 5 رقم وارد کار میکنیم. سلام علیکم. فرید احمد هستم از اولوسالیب اهنخوی ولایت فاریاب. همین کار تقریبا 15 سال میشه دمی کار هستم. اولین جای یاد گرفتم از همینجا بود. دمیجا بود؟ بله. دمی نامبایی؟ بله. ماشاءالله 15 سال شده دمی هستی ها؟ بله. یعنی این نامبایی تقریبا شد از 15 سال 20 سال هم؟ نه از این نامبایی که از گرفتنش یک 6 سال میشه. در اونجا یک نامبایی دیگه داشتیم. دو میگرفتیم. دو کار میکردیم. بله. وظیفه خودت؟ وظیفه من هر کار است. بله. نانشکنی، خمیرگری، نانپزی. در اینجا کار کم است. یک وقت بود 3,500 نان 3,000 نان میشد. بله. حالا که در اینجا که است یک 700 نان 800 نان زیاد که برسه 2000 میشه. از اون زیاد نه. بله. 2000 نان تقریبا همون 12 بوجی گفتیم پیش. بله. 12 بوجی اگه زیادتر شد اگه 13 بوجی میشه. پیش که بود دست بود حالی خوب است، خیلی آسانتر شده. خمیرگر از میکسر استفاده میکنی؟ از میکسر ماشین است، میکسر است، این میکسر است دیگه. گفته ایرانی ها میکسر است، گفته خود ما افغانی ها ماشین است دیگه. پیش که بود دست بود خیلی سخت بود. یک دیگه دست کی است دیگه کار ماشین از است کردن نمیتونه. آفرین. فعلا که وارث هستم از ولایت پروان. دم کابل زندگی میکنم دنای والا شخانه عرفان. پشت نان آمدیم. بسیار نامه خوب ماشاءالله پخته کرده. از کدام نان معمولا خیلی استفاده می‌کنید؟ نانبایی میبریم از کدام نان؟ از این نان میبریم، از این نان وزنش خوب شد دیگه. از این نانش خوب شد والا. 3.5 سال است نان میبریم از این. یک سطل آب انداختم در ماشین. این سطل دوم است دیگه. 2 سطل $1
خمیر ماست. مثلا سوبکی و روغنی ما یک سطل میشه. دامو سعی کردن موادش هم اندازیم دیگه، مثلا چی شکرش باشه، چی بوریش باشه، چی نمکش باشه، چی روغنش باشه. دامو او سعی کردن موادش هم اندازیم. سطل دوم است. اینی تو کلام اندازیم که یک دوله مواد انداخته بودم اینا. اوش هم انداختم. حالا دیگه شروع کارم آرد انداختن است. اینی آرد ما کی است؟ ایرش خیز. یک کمی تاریکتر از رنگش، سفید نیست. این نان نرم میکنه. کاری رشخه‌ای اینمی است خو. ایره خاطر همو دو کاسه اندازیم در خمیر ما. نان ما نرم برای که مردم راضی باشه از کار ما. آرد سفید ما که از در خمیر از هر آرد هفت کاسه اندازیم. در خمیر 4 رقم آرد است، از دو کاسه اندازیم. چرا او جداست؟ او تاریک است رنگش خود. یکم سیاه‌تر بگوییم دیگه. زیاد سیاه نیست، مقصد یکم رنگش تاریک تر است. یه بود سفید است 4 رقم آرد ما. از این هفت کاسه اندازیم. از هر کدومش. اینو بخیر آرد ما انداختم دیگه بخیر. آرد ما تکمیل شد. اینو بخیر ماشین مکسر روشن کرده. یک چیز خمیر که از همین آوش یک شوه باز روی نان داغ میزنه. روی نان سرکدار مبرایه اگر آوش یک شوه. یک خمیرگر کی میشه بفرمه. در زمستان با چی رقم آو باید خمیر بگیره. در تابستان با چی رقم آو باید خمیر بگیره. این بسیار مهم است. آوش خیلی مهم است. دیگه من این مایه سورد است. این همین چیزه است دیگه. فقط این مایه شما اندازیم. اینجا چقدر خمیر داریم به این سعی کده مایه اندازیم. آوشی که میبینیم که آوش گرم میشه باید مایه را کم پارکیم. چرا که الانه رسیده میره. پنج قاشق مایه انداختم برسیم. ما آماده شد میکشیم دیگه سر اورنج تخته. دیگه تقسیمات جمله خوب کشیده نمیتونم دیگه. دیگه اینی تو میکشیم سر اورنج تخته اندازیم. تا که اینجا یک 5 دقیقه دمشه باید بگیره. خب تا که خدا یک کم یک اعلا میکنه. تطول کردن هم باز آسان تر میشه. توتیش میکنیم میکشیم. اینی که از نان سیاه ماست. این از سبوس و آرد سفید جور میشه. یکی از یک ذره سبوکک است که یک میده هضم کرده بتونه یا یکان تا کس شکر داره آرد نمیتونه یا آرد داره آردای سفید خارجی را یا کس آردای قزاقی است یا کس آرد وطنی میشه با کد گندم گد میشه کد آرد گندم گد میشه. مزه شازو کده بالاست. نان مزه وطنی را همی آرد گندم همیته که سبوس جدا نشده باشه. بله ایره
Thank you.